سلام بچه ها، به کانال من خیلی خوش اومدین. من ندا هستم. امروز اومدم با بیوگرافی یه بازیگر دیگه. امیدوارم که خوشتون بیاد. فقط لطفاً مثل همیشه بازم میگم یادتون نره اگه کانالمو سابسکرایب نکردین ساب کنین که باعث خوشحالی منم بشه. خب امروز میخوایم بیوگرافی یه بازیگر جوون رو شروع کنیم که چند وقته تو خیلی از فیلم ها هستش. شاید نقش اصلی نباشه ولی بازیگر رو به پیشرفتیه و به نظرم تا نقش اصلی گرفتنش چیزی نمونده. بازیگری که قرار امروز دربارش صحبت کنیم همونطور که توی مانیتور پشت من میبینید باران بولوکباشیه. خب اسم باران برای ترکا اسم پسره. دخترها رو یامور میذارن همونطور که حتما خودتونم میدونین. اسم قشنگیه باران و اونا برای پسر انتخابش میکنن. باران بولوکباشی متولد 1994 توی شهر استانبوله. 175 سانتی متر قدشه و خب الان 29 سالشه. مامان باران خانه‌دار بوده ولی باباش توی بخش بهداشت و درمان کار کرده و الانم بازنشست شده. باران یه برادر داره به اسم سایگون که برادرش و باران دوتاشون علاقه خیلی زیادی به موسیقی دارن. باران توی دانشگاه بیکنت استانبول بازیگری خونده ولی قبل از اون توی مدرسه هنری رپلیک آنتالیا و همینطور کارگاه بازیگری جنساید هم آموزش دیده بود. باران گفته از وقتی که تونسته خودشو بشناسه یا داشته میخونده یا ساز میزده یا اینکه ادای این اونو در میآورده و تقلید میکرده صداشون یا راه رفتن و کلا به این چیزا خیلی علاقه داشته. توی موزیک هم همچنان کارشو ادامه داده. همونطوری که گفتم علاقه زیادی به موزیک داشته. خودش و داداشش با هم دیگه چند تا آهنگ ساختن، خوندن با هم دیگه. اسمای آهنگاش ihtimaller kafamı dağıttım, keyfiyle kal, sebepsiz, işin başımdani. اینطور آهنگایی داشته که تقریبا آهنگای موفقی بوده که بعضیاش رپ توره که با برادرش خوندن. حالا بعضیاشو خودش نخونده، بیشتر تنظیم آهنگسازی و ایناشو داشته ولی دو سه تاش هم خودش خونده. صداشو میتونین گوش کنین. توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته وقتی که 9 سالش بود یه روز باباش براشون یه گیتار میخره و میاره خونه و از اون روز به بعد بود که علاقش به موسیقی هم شروع شد و حتی یه لحظه هم نتونسته بیخیال موسیقی بشه. یه پسر عمو داره به اسم تهمان که با همدیگه سعی می‌کردن کارهای جدیدی درست کنن تو همون سن کمشون. مدام سبک‌های مختلف رو تمرین می‌کردن که ببینن علاقه‌شون توی کدوم سمته و اینکه خب حتی بعد یه تایمی شروع کردن ترانه سرایی و اینا رو هم شروع کردن. خیلی دوست داشتن کلا همه ابعاد موسیقی رو تجربه کنن تا بفهمن علاقه‌شون توی کدوم سمته بیشتر. و یه چیز خوبی هم که بوده این بوده که خانواده‌هاشون هم خیلی خوشحال بودن وقتی که می‌دیدن پسرشون اینقدر خوب دارن تمرین می‌کنن و اینا خیلی مشوقشون شدن. گفته توی آهنگاش سعی میکنه شعرهایی انتخاب کنه که یه جوری بیشتر با مردم بتونه ارتباط برقرار کنه، بدون بیشتر به دل مردم و مخاطبش میشینه. توی انتخاب آهنگاش و شعراش خیلی سختگیره و گفته که مدام سعی میکنه رو به پیشرفت باشن. یه تایمی باران دوست داشته که خلبان بشه اما خب خیلی سریع تو 9 سالگی موزیک جای خلبانی رو میگیره و یه مدت بعد که میگذره عاشق بازیگری میشه و بازیگری هم به لیست آرزوهاش اضافه میشه. باران مهارت‌های خیلی زیادی داره، از ورزش‌های رزمی و بوکس و اینا گرفته تا اینکه خب همونطور که گفتم خواننده، ترانه‌سرا، موسیقی تنظیم میکنه. بازیگرم که هست کلا استعداد خیلی زیادی تونسته تو خودش پرورش بده. علاوه بر همه اینا زبان انگلیسی رو هم کامل بهش مسلطه و خب این یه حسن خیلی خوب میشه تو این دنیا که آدم زبان انگلیسی رو که زبان اول دنیا بلد باشه. توی سن خیلی کم متوجه علاقش به بازیگری میشه و یه روز همینجوری پا میشه میره وقتی که توی آنتالیا زندگی میکرده میره به یه مدرسه هنری سر میزنه و بهش میگه که من میخوام بازیگر بشم و بعد از اون هم که خانواده‌اش متوجه میشن همونطور که قبلا هم گفتم استقبال میکنن دوباره از تصمیم باران و بازم حمایتش میکنن. باران کار بازیگریش رو توی سال 2017 با سریال عادی افسانه تونست شروع کنه. توی همون سال سریال سیودانین باهچسی رو با بازیگرایی مثل آلینا بوز و همینطور سیبل جان تونست کار کنه. بعد از اون توی سال 2018 سریال ثروت رو، توی 2019 سریال وصلت که با کادر دولو بازی کرد. توی سال 2020 اورنجی اوی رو و 2022 سون نفسیم کدر و همینطور توی همون سال سریال بیر پری ماسالی رو با
تارو امیر تاریک و آلینا بوز تونست بازی کنه و توی سریال کرمزی اودا هم توی قسمتش نقش داشت. باران توضیح داده که 10 سال اول زندگیش رو توی شهر اسکندرون بوده، بعد از اون به خاطر کار باباش 6 سال میرن آدانا و بعد از اون هم 6 سال دیگر رو توی آنتالیا سپری میکنن و 2 سال بعد از اینکه دیپلمش رو میگیره، دبیرستانش رو تمام میکنه، برمیگرده استانبول. همون موقع که توی دانشگاه شروع به تحصیل میکنه، سعی میکرده که به اودیشن سریال‌ها و فیلم‌ها هم سر بزنه و یه روز که میره برای سریال وطنیم سنسین تست بده، همونجا معرفیش میکنن برای سریال عادی افسانه و خودش میگه که عادی افسانه یه جوری توی تقدیرش بوده انگار و عاشق این سریاله. باران گفته که باباش به صورت خیلی جدی و حرفه‌ای تلویزیون رو دنبال میکنه و مدام هم میاد بیوگرافی و چیزایی که مطلع شده از بازیگر و آدمای معروف رو با باران سری در میون میذاشته و میاد هی بهش میگه مثلا فلان بازیگر یا فلان آدم معروف توی جوونیش این کار رو کرده، این چیزا رو یاد گرفته، که شاید اینا بوده که باعث پیشرفتش شده که یه جوری مثلا بخواد به باران هم روحیه بده. یه روز باباش میاد به باران میگه که میدونی اردال بشیکچیولو که آدم معروفیه توی جوونیش بسکتبال بازی میکرده و اون موقع هم باران خیلی تو دوران ناامیدیش بوده، هنوز توی هیچ سریالی نتونسته قبول بشه توی تستاشون و این شده که باباش می اومده هی یه جوری شاید بخواد بهش امیدواری بده. بارانم به خودش میگه که خب اوکی منم بسکتبال بلدم ولی خب که چی، حیف که نمیتونم ازش استفاده کنم. اما حدود 10 روز بعد از سریال عادی افسانه با باران تماس گرفته میشه و بهش میگن که یه جوری این سریال به بسکتبال مربوطه. قطعا اون موقع باران باید خیلی خوشحال می شده، اما خب یه مشکلی وجود داشته و اونم این که باران مصدوم شده بود و یه روز قبل از فیلم برداری میره به دکتر سر میزنه و دکتر بهش میگه یه 4 ماهی اصلا نباید به پات فشار بیاری. اما خب باران دوست نداشت اصلا گوش کنه به حرفای دکتر، نمیخواسته به هیچ وجه این نقش رو از دست بده، آرزوش این بود و یه جوری الان تازه داشت به آرزوش میرسید. پس بیخیال حرفای دکتر و مصدومیت پا اینا میشه و میره برای فیلم برداری. فردای اون روز که باران میره سر فیلم برداری، متوجه میشه اولین صحنه‌ای که باید بازی کنن صحنه دویدنه و خب باران پاش مشکل داره الان تو این تایم و اصلا به هیچ کسی هیچی نگفته بود، فقط به مربی ورزشیش گفته بود و 1-2 تا از بچه‌هایی که باشون یکم صمیمی شده بود. میگه خب اون روز هم استرس خیلی زیادی داشته، هم هیجان خیلی زیادی و اینطوری بوده که اصلا مسئولیت پاشو فراموش کرده، ولی همین که شروع به دویدن کردن، هرچی بیشتر میدویده پاش بیشتر درد میگرفته و از یه جایی به بعد به دوستش جم همبازیش میگه که من اصلا دیگه نمیتونم راه برم. میگه که این از بی‌تجربگی ما بوده که اصلا نمیدونستیم این میکروفونایی که بهمون وصله و کارگردان هم داره صدامون رو باهاش میشنوه. همینطوری شد که همه متوجه شدن و همون لحظه کارگردان کات میده و میرن به باران میگن مگه دیوونه ای؟ چرا وقتی پات مشکل داری میدوی؟ چرا اصلا نمیگی دوست داری به خودت آسیب بزنی؟ و خب باران میگه که این اولین فیلمیه که به من پیشنهاد شده، اولین سریالمه و اصلا دوست ندارم از دستش بدم، شاید اصلا دیگه اینطور موقعیتی گیرم نیاد و من عاشق این نقشم، حتما باید میگرفتمش. اما باران گفته که خدا رو شکر عوامل اون سریال همشون باهاش خیلی خوب و مهربون بودن و همه کاری کردن که برای باران اون تایم خیلی آسون تر بگذره و گفته اولین خاطره از سریالی که بازی کرده این بوده که هم یه جورایی تلخ بوده براش به خاطر پاش و همین که خیلی شیرین شده به خاطر حس همدلی و خوبی که همبازی و کلا عوامل فیلم داشتن باهاش. توی سال 2023 باران رو توی سریال یل چاپکینی تونستیم ببینیم. همطور که میدونین سریال خیلی موفقیه، بازیگر خیلی خوبی توش بازی میکنن و تونست با کلی بازیگر خوب همبازی بشه، مثل نقشای اول این سریال خب آفرا سارچولو و همینطور مرت رمضان دنمیر. اما خب توی این سریال نقشی که باران داشت نقش منفی بود قطعا و نمیدونم نویسندش واقعا چرا اینطوری میکرد، هر دفعه کلی رمز و راز داشت این نقشی که باران بازی میکرد، اما همونطوری سربسته همه رو تموم کرد. هیچ کدوم ما نتونستیم متوجه بشیم واقعا اون دختری که توی خونهشون بود زن قبلیش بود، چرا اونجا بود، چرا توی اتاق زندانیش کرده بودن، بهش دارو میدادن، اصلا معلوم نبود اون چی شد و همینطور بعداً هم به صورت خیلی ناگهانی غیب شدن از سریال خودش و همه خانواده‌اش. توی 2023 تونست با اوراز کایگیلار اولو و همینطور جمره بایسال سریال ساکلا بنی رو بازی کنن
و من دوباره فکر کردم اینجا تو این سریال هم باز نقش منفی داره، اما خب اونقدری که انتظار داشتم منفی نبود تا اینجا و حتی یه جاهای واقعا دلم براش سوخت. نمیدونم نظر شما چیه؟ فکر میکنین چطور آدمیه این نقشی که بازی میکنه کادیر؟ فکر میکنم خب میشه گفت که باران یه جوری مدام رو به پیش رفته و تا الان هر سریال و هر نقشی که بازی کرده داره بهتر میشه. مدام ازش کلی نقد مثبت میشنویم و به نظر آینده دار میاد. درباره بازیگرایی که خیلی دوستشون داره و یه جورایی الگوشن، اسمایی مثل جیمی ایلماز و سارب آپاک رو گفته بین این همه بازیگر خوبی که هست، اما براش دلیل داره. برای جیمی ایلماز گفته که خب خیلی به کارش متعهده، نویسنده است، طراح صحنه است، موزیسین، کارگردان، بازیگر، کلا خیلی چیزا میشه ازش یاد گرفت و خب یه جورایی باران هم استعدادهای زیادی داره و همشون رو تونسته یه جورایی پرورش بده. به خاطر همین گفته دوست داره مثل جیمی ایلماز از همشون استفاده کنه. درباره سارب آپاک هم گفته که سارب بازیگری که خیلی طبیعی بازی میکنه و عاشق اینه که بازیشو ببینه مدام و دوست داره که خودش هم یه جورایی مثل سارب این خصلت رو به دست بیاره. بچه‌ها شما تا حالا شده وقتی دارین یه فیلم یا سریال رو میبینین یه بازیگری باشه که طفلی خودش بد نباشه، نه استایلش نه چهرهش، ولی وقتی که نگاش میکنین خیلی هرس درار بشه براتون؟ میدونی منظورم چیه؟ مثلا یا یه سیبیل بد داره یا ریشای خیلی بده داره، مدل موهاش بده، لباس پوشیدنش بده. الان توی این ساکلابنی این کادیر طفلی همه این ویژگی ها رو داره برای من و وقتی که نگاش میکنم واقعا هرس میخورم. شما ما یا اینطوری هستین؟ نمیدونم، شاید مثلا خواستن یه جوری استایلی بهش بدن که به یه آدمی که کف کوچه و بازار بزرگ شده بخوره، اما خب به نظر من اصلا موفقیت آمیز نبوده کارشون و یه جورایی مثل آدمای قدیمی شده، انگار فیلمای مثلا چند سال پیش و این یه نفر ازش برداشتن اوران توی این سریال گذاشتن. توی حالت نرمال اگه اجازه بدن و باران خودش هم اینقدر نقش منفی قبول نکنه، باران پسر خوش‌چهره و خوش استایلیه و خب یه جورایی میشه گفت حقشه که نقشه بهتر از اینی رو بهش پیشنهاد بدن و حتی شاید نقش اصلی. البته که خب همه چی فیس و استایل و اینا نیست، اما خب همونطور که گفتم باران خیلی تحصیلات زیادی کرده توی رشته بازیگری و استعدادش رو هم داره، پس فکر میکنم حقشه به جایگاه بهتر از اینی برسه. بچه‌ها راستی من گفتم که استایل باران رو توی سریال ساکلابنی اصلا دوست ندارم هیچ جوره، ولی خودش فکر میکنم عاشق استایل شده باشه، چون که توی اینستاگرامش مدام را به را عکس میگیره از این فیس جدیدش و خیلی هم سعی میکنه عکسای هنری بگیره. خب بچه‌ها اینم از ویدیوگرافی امروزمون، امیدوارم که لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی بای. فقط لطفا یادتون نره حمایت کنین منو.